دخمه نشینان. نویسنده ف الف. راوی نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دخمه نشینان. این نمایشنامه یا در زمان حیات جمهوری اسلامی اجرا می شود که پیشبینی وضع سران آن بعد از فروپاشی می باشد و یا بعد از سرنگونی رژیم به نمایش در می آید که گوشه ای از شرایط زندگی سران جمهوری اسلامی را بعد از سقوط نشان می دهد. افراد بازی: 1. اسلام پناه 68 ساله. 2. جهانگیری 65 ساله. 3. شریعت مداری 62 ساله. 4. سردار باقرخانی 64 ساله. 5. ذوالفقار 37 ساله. 6. سردار اشتری 65 ساله. 7. پسر اسلام پناه 34 ساله. 8. 3 مأمور حکومتی 22 ساله. تشریح صحنه: یک اتاق زیرزمینی که در انتها روبروی تماشاچیان یک پنجره مستطیلی به عرض 50 و طول 20 سانت نزدیک سقف دارد که رو به خیابان است و گاهگداری پاهای آبران یا هر چیز متحرک دیگری که از جلوی پنجره رد می شود برای تماشاچیان قابل رؤیت است. یک درب کوتاه مانند درهای زورخانه که باید قدری سر را خم کرد تا داخل شد در سمت راست دیده می شود که منتهی به راه بله است که به طرف بالا راه دارد. درون اتاق یک میز فکستنی با 4 صندلی چوبی در وسط و یک تخت خواب 3 طبقه در سمت چپ و جلوی تخت 4 ساک سفری روی هم قرار دارد و یک 4 پایه یا وسیله ای مانند آن در کنار در به طرف عقب سن و در طرف دیگر در سمت جلو یک کابینت دیده می شود که روی آن یک سماور با قوری و یک گاز 3 شعله رومیزی و کنارش یک سینک ظرفشویی با شیر آب دیده می شود. وقتی پرده باز می شود، سردار باقرخانی در طبقه 3 تخت و حسین شریعت مداری در طبقه اول دراز کشیدند و آیت الله اسلام پناه پشت میز روی صندلی روبروی تماشاچیان نشسته و با تسبیحش بازی می کند و آقای جهانگیری در حال ریختن چای در استکان مشاهده می شود. جهانگیری چای ریخته نگاهی به تماشاچیان کرده سری تکان می دهد و بعد نگاهی به سردار و سپس آیت الله نموده. چند قدمی به طرف میز می رود و سپس مکث کوتاهی کرده مصمم به طرف 4 پایه می رود و روی آن می نشیند و شروع به نوشیدن چای می کند. اسلام پناه همانطور که سرش زیر است و تسبیح می گرداند: می مردی یک چای هم برای من می ریختی؟ جهانگیری: نه نمی مردم، اما مگه خودت دست و پا نداری؟ عادت کردی دیگران برات مجانی کار کنند؟ اسلام پناه: اینو باش، من از مردم کار مجانی کشیدم؟ یادتان رفته چگونه مردم را استثمار می کردین و این ما بودیم که با احکام الهی مانع می شدیم مردم را زیاد بچاپید. جهانگیری: به به، آقا رو باش، احکام الهی که همه اش در جهت غارت و چپاول شماست، پس بیا این هم کاپ سپاس از طرف مردم برای شما. بلند می شود استکان و نلبکی خالیش را جلوی اسلام پناه می گذارد. بلند شو اینا رو بشور. اسلام پناه: چایش رو تو کوفت کردی، من استکانش رو بشورم؟ جهانگیری: بله، ظرف شستن امروز نوبت شماست. هر ظرفی که کثیف بشه باید بشوری. مگه ما در نوبتمان کوتاهی کردیم حاجی؟ اسلام پناه: مردک،
مثل اینکه جو زیادی مصرف کردی، از دهنت گنده تر حرف میزنی. من بیام استکانی که تو توش چای کوفت کردی رو بشورم؟ 2000 بده آش، به همین خیال باش. جهانگیری: نشور، ما که دست نمیزنیم، با ظرفای دیگه تلمبار که شد عاقبت خودت میچوری. تازه چرا اینجوری حرف میزنی و بددهنی میکنی؟ اگه بگی باشه فعلا نمیشورم میمیری؟ ما اینجا با هم داریم زندگی میکنیم، نباید پنجول تو صورت هم بکشیم. اسلام پناه: خب این چیزها را میدانی و بیادبی میکنی؟ هرچی باشه من یک روحانی هستم، احترامم واجبه. جهانگیری: بی تردید، ولی شما خودتون به خودتون ترکمون زدین. ما که همیشه بهتون احترام میگذاشتیم. حتی اگر باورتون نداشتیم، خودتون کردین عمو جان، خودتون. اسلام پناه: چه کار کردیم؟ شماها تو این ماجرا نقشی نداشتید؟ ما مردم را رهبری کردیم تا یک دیکتاتور را از عرش به فرش کشاندن. کار بدی کردیم؟ جهانگیری: بعدش مثل اژدها چنبره زدین، سرخان بی صاحب، همه چی رو هاپولی هاپولی کردین. اسلام پناه: شما نکردین؟ شما نخوردین؟ جهانگیری: ما سهم تخصصمان را می بردیم. شما چی؟ یک مشت بی سواد احمق که هر را از بر تشخیص نمیداد، آمدن شدند همه کاره. اسلام پناه: پس تو کونت برای این میسوزه که چرا ما با شما شریک شدیم؟ جهانگیری با فریاد و عصبانیت: آره، شما چیکار حسن بودین که در رأس کلیه امور قرار گرفتین؟ چه تخصص و دانشی داشتید؟ اسلام پناه: مردی که یه بیچشم رو، صاحبان اصلی انقلاب ما بودیم. مردم به خاطر وجود نازنین آقا که در تبعید بودن انقلاب کردن و جونشون و کف دستشون گرفتن و پیروز شدن. شریعت مداری از جایش حرکتی کرده برمیگردد و لب تخت می نشیند. بسه، چرا سر و صدا راه انداختین آقای جهانگیری؟ احترام آقا واجبه. جهانگیری: تو یکی دیگه خفه شو. بدبخت، تو هنوز هم پرقیچی آخوند هستی؟ شریعت مداری: چرا بددهنی میکنی؟ چرا لیچار میگی؟ مرد حسابی، من خواستم پادرمیانی کنم و قضیه رو فیصله بدم. شما توی یه گوش ما هم بزنی آخ نمیگیم آقای جهانگیری. حالا به جای این حرفا بگید چی شده، شاید ما بتونیم کمکی کنیم. جهانگیری قدری آرام شده: امروز نوبت ظرف شستن کیه؟ شما اگر فقط همین را بگید قضیه حل شده. شریعت مداری: خب معلومه، نوبت آقاست. جهانگیری: خدا پدرت رو بیامرزه. من یک چای برای خودم ریختم و خوردم. به آقا گفتم استکان و نلبکی را بشورد. ایشان قبول نکردن و میگه خودت بشور. شریعت مداری: این که چیزی نیست، یک استکان و نلبکیه. اصلا من خودم میشورم. حرفیه؟ اسلام پناه: دیدی آقا، مسئله به این آسانی حل شد. جهانگیری: نه خیر آقا، حل نشد. آقای شریعت مداری، شما دارید مقررات و قرار و مدارهای من را زیر پا میگذارید. از فردا مرد حسابی هیچ کس کار خودش را نمی کند. تمام کارها را شما باید انجام دهید. شریعت مداری: نه خیر، همچین چیزی نیست. دکی، زکی، من بشورم؟ به من چه؟ هرگز، هرگز. جهانگیری: خب، از آنجایی که شما همیشه نوک دماغتان را میبینید متوجه نمیشوید. همین فردا که نوبت ظرفشویی بنده است، من هم از زیر کار شانه خالی میکنم و شما برای اینکه اختلافی پیش نیاد چه کار میکنید؟ به جای من هم ظرف میشورید؟ وقتی سردار باقرخانی هم شرایط را چنین دیدن، باعث قلقلکشان می شود و ایشان هم از ظرفشویی خودشان را به بهانه‌ای معاف می کنند. سردار باقرخانی همانطور که روی تخت دراز کشیده است با بیانی بی تفاوت: نه خیر آقا، هر کسی باید طبق مقررات کاری که بر عهده‌اش است و انجام بده. حق با آقای جهانگیری است. شستن ظرف‌های امروز با حضرت آقاست. کاری نکنید که مجبور شوم به شیوه‌های نظامی متوسل شوم. شریعت مداری: نه خیر، نه خیر، احتیاجی به خشونت و نظامیگری نیست.
بنده گردنم در برابر مقررات و قوانین از مو هم نازکتر است. قبول دارم. اصلا بگو مرد حسابی، سری که درد نمیکنه رو چرا دستمال میبندی؟ ببخشید حاج آقا، بنده شکر زیادی خوردم. حالا شما چی میفرمایید؟ اسلام پناه: والله ما مطیع اوامر قرآنی هستیم. والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بله، اتفاقاً این کلام قرآن و خواست قرآن است. جهانگیری با صدای بلند: اینقدر قرآن نکن، بگو میشوری یا نه؟ اسلام پناه با غضب و صدای بلند: چطور شد؟ تو که همیشه یک جلد کلام الله تو جیب بغل کتت بوده و تا میخواستی قسم بخوری و کسی را خر کنی از جیب در میآوردی و میبوسیدی و قسم میخوردی. شریعت مداری با مسخرگی: توی داشبورد ماشینش هم همیشه یک جلد قرآن داشت. جهانگیری با فریاد و خشم: داشتم ولی الان ندارم و نیازی هم بهش نیست. اسلام پناه: پس اون وسیله فریب مردم بوده، اعتقادی هم بهش نداری. جهانگیری با فریاد و نهایت خشم: نیست شما با مردم رو راست بودین؟ مرد ناحسابی، قرنهاست که با فریب مردم شکمتون رو گنده می کنید. تو و امثال تو نیست خیلی به اسلام و قرآن اعتقاد دارین؟ اسلام پناه با عصبانیت و فریاد: ما رو میگی؟ به روحانیت شیعه توهین میکنی؟ پاک خودتو زدی به خریت مردک. همین حالاش هم لب تر کنم و مرتد اعلامت کنم، یک لحظه نفست بند میاد و کارت تمامه. جهانگیری: یعنی از کرامات شما ممکنه بنده در جا تسلیم اسرائیل بشم؟ اسلام پناه: بی خودی به خودتون قره نشید آقای جهانگیری. در همین شرایط هم کسانی هستند که از ما پیروی می کنند و حکم خدا که از دهان من خارج می شود را نمی گذارند به تعویق بیافتد. شریعت مداری: بله، حق با آقاست آقا جان. مسلمان فهیم و با اعتقاد هنوز زیاد داریم که در راه اسلام به راحتی جانبازی می کنند. صدای پایی شنیده می شود و ذوالفقار با لباس بلوچی وارد می شود. ذوالفقار با صدای بلند: ساکت! خفه شید گوساله ها! جهانگیری: این چی میگه؟ با کیه؟ اسلام پناه: میگه خفه شو، چرا سر و صدا راه انداختی؟ جهانگیری: به کی میگه؟ اسلام پناه: خب معلومه، به تو میگه. ذوالفقار: چرا سر و صدا راه انداختین؟ میخواید به همه اعلام کنید اینجا پنهان شدین؟ شریعت مداری با ترس و لرز: نه بابا، این حرفا چیه؟ ذوالفقار: والله به خدای کعبه که وجود شما اینجا برای من کلی خطر داره. جهانگیری: کلی هم پول گیرت میاد، جیبهای لباست هی دارن سنگین و سنگین تر میشن. ذوالفقار: پول؟ همه چی که پول نیست. من به خاطر اخوت و انسانیت به شما کمک میکنم. جهانگیری: بله میدونم. ذوالفقار: میدونی یا نمیدونی من این حرفا حالیم نیست. سردار، شما که همش خوابیدین. با بودن یک فرد نظامی قدرتمند چرا اینها باید شلوغ کنند؟ لطفاً بلند شید سردار، یک قدری هم به وظایف خطیر و حساس خودتان رسیدگی کنید. سردار باقرخانی از جایش بلند شده لب تخت طوری می نشیند که پاهایش آویزان است و به همان حالت: حتماً سمعاً و طاعتاً. جهانگیری حرف او را قطع کرده با شوخی و مسخرگی: این آقا پلوچه نه عرب، سردار تیمسار دکتر باقرخانی. سردار سعی می کند خیلی عادی با این موضوع برخورد کند، اما با خشم و عصبانیت: فرقی نمیکنه، بلوچ، عرب، ترک و فارس نداره، همه با هم برادریم، ما همه اخوان المسلمین هستیم. آقا حالا اجازه می دهید زرم را بزنم؟ جهانگیری: بفرمایید زرتان را بزنید، کی جلوی شما رو گرفته؟ سردار نگاهی از روی تنفر و غضب به جهانگیری می کند و سپس ادامه می دهد:
لعنت بر شیطان حرامزاده. آقایان، اخطار میکنم. شما خودتان جو را نظامی کردید. از این به بعد هر کسی ساز ناهمگونی ساز کنه با من طرفه. حساب کار دستتون باشه. جهانگیری: بابا بی‌انصاف، یک قدری ملایم‌تر. چقدر خشن. ما که تمام پشمامون ریخت. سردار با فریاد: خفه! از این به بعد هیچ کسی حق حرف زدن نداره. شیرفهم شد؟ اسلام پناه: سردار جان، پس چجوری با هم حرف بزنیم؟ شریعت مداری با لودگی و شکلک درآوردن: این که کاری نداره. با زبان ایما و اشاره می توانیم خواسته های به حقمان را مطرح کنیم. سردار: دست بردار شریعت مداری. فقط کارت پاچه خاری است. از هر طرف باد بیاد بادش میدی، هم تو سپاه حسینی و هم تو لشکریان ابن سعد. من گفتم سر و صدا نکنید، آهسته با هم حرف بزنید. همینو بس. فکر میکنم نظر آقا ذوالفقار هم همین بود. ذوالفقار: بله، والله اگر قرار باشه یک بار دیگر، فقط یک بار دیگه صدایی از این دخمه در بیرون شنیده بشه، من دیگه هیچ گونه تعهدی برای حفاظت شما نخواهم داشته. این را گفته باشم از همین امروز هم روزانه 500,000 تومان برای هر نفر به خاطر این بی احتیاطی به کرایه اضافه شد. جهانگیری: روزی 500,000 تومان یعنی روزانه 2 میلیون تومان؟ آقایان متوجه هستید؟ روزی 2 میلیون گذاشت روی کرایه. اسلام پناه: نه این نشد. این درست نیست. این بیع از لحاظ شرعی اشکال دارد. جهانگیری: بله، من هم شنیدم که دبه حرام است. ذوالفقار: آقای آیت الله، شما به خوبی میدانید دبه در بیع اسلامی اصلا معنی ندارد. عوام برای خودشان به نام اسلام قانون درست کردن. اسلام پناه: درست است، اما ما توافق کرده بودیم و سر مبلغ هر دو طرف اعلام رضایت کرده بودیم. ذوالفقار: آقا جان، من اعلام می کنم کرایه منزل شما از این به بعد روزی 2 میلیون تومان اضافه میشه. اگر راضی هستید من در خدمتم. اگر هم نیستید بفرمایید تشریف ببرید جای ارزانتر. جهانگیری با مسخرگی: خودش هم باورش شده. به این سگدونی میگه منزل. ذوالفقار: همین است که هست. خود دانید. گفته باشم اگر باز هم داد و فریاد راه بیاندازید اجاره اضافه می شود. حرفی نیست؟ ساکت مثل آدم با هم زندگی کنید تا موقع فرارتان برسه. از اینجا امن‌تر کجا می توانید پیدا کنید؟ بدبخت ها، همه مردم به خون شما تشنه‌اند. شما با مردم چه کار کردید؟ دارن مثل سگ بو میکشن تا اثری از شما پیدا کنند. اسلام پناه: بابا تو هم زیاد بزرگش نکن. چرا از خودت حرف در میاری؟ ذوالفقار: چه حرفی؟ اگر کسی با شما کاری نداشته باشه شما تو این سگدونی چی کار میکنید؟ والله سگ هم اینجا بند نمیشه که شما بند شدید. شریعت مداری: پس خودت میدونی این دخمه چه جور جاییه و کرایه‌اش را با بی‌انصافی زیاد میکنی. والله بالله خدا رو خوش نمیاد. ذوالفقار: بحث کرایه تمام شد. چیزی که به توافق رسیدم و دیگه حرفش را نزن. چون باز هر دو طرف میتوانند ادعاهای دیگری داشته باشند. به قول شما دبه در نیاریم. شریعت مداری: حق با شماست. حرف حساب جواب نداره. ما همیشه به حرف حساب احترام میگذاشتیم و پیرو حرف حساب بودیم. این آقا ذوالفقار چه مرد نازنین حسابگری است. من که مخلصشم. جهانگیری: تو هم اینقدر موشمردگی در نیار. یک عمری مزخرف نوشتی و مزخرف گفتی. کار تحریک و نفاق و به همزنی بود. اصلا توی عمرت یک کلمه حرف حساب زدی یا شنیدی؟ شریعت مداری با صدای بلند: باز تو داری شروع میکنی ها؟ فکر نکن من چیزی از تو نمیدونم. تمام دزدی ها زد و بندها تو میدونم. گذاشته بودم در یک روز مناسب تو کیهان بنویسم و آبروی نداشتت را ببرم. فقط منتظر مجوز آقا بودم. جهانگیری به طرف شریعت مداری حمله می کند و یقه او را محکم می گیرد. کثافت هرزگوی چرند نویس گندگو، برای من دم درآوردی؟ دستش را بلند می کند تا با مشت به دهان شریعت مداری بزند.
که ذوالفقار دستش را روی هوا گرفته و شریعت مداری را خلاص می کند و او به سرعت به طرف تخت دویده پاهای سردار را که از تخت آویزان است را در بغل می گیرد. ذوالفقار: همین چند لحظه پیش به کرایه اضافه شد. اگر میخواید باز هم اضافه بشه من حرفی ندارم، مثل این که من خیلی کم از شما اجاره میگیرم. جهانگیری با خشم از ذوالفقار جدا شده به طرف وسط اتاق رفته نگاه خشمالودی به شریعت مداری میاندازد و یک صندلی را طوری قرار میدهد که پشتش به شریعت مداری باشد و روی آن مینشیند. ذوالفقار: من خیلی کار دارم. زیادی اینجا معطل شدم. ازتون خواهش میکنم سر و صدا راه نیندازید. اگر صدای شما به گوش کسی برسد هم خودتان را به خطر انداختید، هم من را گرفتار میکنید که 4 جنایتکاری که پلیس بین الملل هم در تعقیبشان هست را پناه دادم. اسلام پناه: ذوالفقار جان، باز که حرفایی از روی نامهربانی میزنی. کجا اینترپل به دنبال ماست؟ ما کاری نکردیم. برای احتیاط گفتیم به طور مخفیانه و قاچاقی خارج شویم، وگرنه طلاک پاکه چه منتش به خاکه. صبر کن آبها از آسیاب بیفتد و این تب انقلاب فروکش کند، مردم خودشان با چراغ به دنبال ما خواهند گشت. تازه من روحانی هستم، مسلمان و مرد خدا. ذوالفقار: بسه آقا دیگه، برای ما بالای منبر نرو. نه من بچه هستم که گول این حرفا رو بخورم و نه دیگه حرفای تو خریداری داره. بگذاریم. یک بار دیگه خواهش میکنم در صلح و صفا با هم زندگی کنید تا گزندی نه به شما و نه به من برسه. چیزی که لازم ندارید. دارم میرم شهر. اسلام پناه: خیر. ذوالفقار: پس چیزی لازم ندارید از شهر بگیرم؟ اسلام پناه: گفتم نه، فقط سلامتی شما را میخوایم. شریعت مداری آهسته و ترسان: بله، سلامتی شما برای ما از هر چیزی گرانبهاتر است. به سلامت. ذوالفقار خارج می شود. دخمه نشینان. نویسنده ف الف. راوی نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. اسلام پناه خطاب به سردار: بابا تو هم یک حرفی بزن. مگه ماست تو دهنت مایه کرده لالمونی گرفتی مرد؟ سردار: چه حرفی بزنم؟ من یک عمری با اسلحه حرف زدم. یک کلاشینکوف به من بدین، آن وقت ببینید چجوری حرف میزنم. جهانگیری: خوبه دیگه زیادی زر نزن سردار. اون همه اسلحه در اختیارتون بود، چه گوهی خوردین؟ اسلام پناه: والله اینو دیگه جهانگیری راست میگه. چقدر بودجه به شما اختصاص دادن؟ چی شد؟ موقع کارزار که رسید دمتون گرفتید تو پاتون و رد شدید. شریعت مداری با اشوه و ناز از سردار جدا می شود و به طرف جهانگیری رفته و کنار او روی صندلی می نشیند. آخه حضرت آیت الله اینها عادت داشتند گازنبوری حمله کنند. اون هم که شماها اجازه ندادید. دروغ میگم جناب آقای جهانگیری؟ حال صندلیاش را به جهانگیری نزدیکتر می کند. جهانگیری ابتدا نگاهی غضبناک به شریعت مداری می کند و سپس پوزخندی زده: راست گفتی حسین، این دفعه درست زدی به هدف. سردار از تخت پایین آمده در حالی که به طرف سماور می رود: شماها چی دارید نشتخوار می کنید؟ ما آن همه کشتیم و کشته دادیم. دیگه چیکار باید می کردیم؟ با آن همه نیروی عربی که ما رو یاری می کردند، باز این مردم بودند که پیروز شدند. در هر جنگی یک شکست هست، یک پیروزی. خب فاتح این نبرد نابرابر مثل خیلی جاهای دیگه مردم بودند. اسلام پناه: شما یک عمر پول گرفتید و چاپیدید برای یک چنین روزی. اون همه اولدرم بلدرم ها، لوغاز خوندن ها، من آنم که رستم بود پهلوان، چی شد؟ همه‌اش برای میدان خالی و بی حریف بود؟ شریعت مداری با اشوه: نه خیر، رستم کیه؟
با دست و چشم و ابرو به سردار اشاره می کند. من آن موشم که با عصا راه می روم قربان. شما چی فکر می کنید؟ سردار چایش را ریخته نگاهی به شریعت مداری می کند. جواب ابلهان خاموشی است. کسی چای می خوره؟ همگی با هم؟ بله، برای ما هم بریز. سردار: آبش داره قلقل میکنه. خیلی داغه. جهانگیری: چه بهتر. چای باید داغ و لبسوز باشه. اسلام پناه: بله، از قدیم گفتن چای داغ باشه معده الاغ باشه. چای سرد شده به درد پاشوره میخوره. سردار در حال چای ریختن: شما بهتر است بفرمایید مفت باشه کوفت باشه. چه کار به داغی و سردیش دارین؟ دیگران با صدای بلند میخندیدند و سردار اولین استکان چای را جلوی اسلام پناه و سپس شریعت مداری و جهانگیری میگذارد. از شوخی گذشته برادرها، بیایید با هم قدری مهربانتر باشیم. ما همگی درد مشترکی داریم. باید تمام انرژیمان را صرف این کنیم تا هر چه زودتر از این دخمه خراب شده نجات پیدا کنیم. استراتژی ما فرار از اینجاست. پس با هم نباید در جنگ و ستیز باشیم. باید آرامش داشته باشیم و در صلح و صفا زندگی کنیم. جهانگیری: تمام سردارانی که شکست می‌خورند و چون دیگر طبلی در اختیارشان نیست که بر آن به خاطر جنگ بکوبند، برای مدتی اصلاح طلب می‌شوند و بیزار از جنگ. چی شده سردار؟ تو که رجز خوندنات گوش فلک را کر کرده بود. سردار: بفرما حاج آقا، من چی میگم این مردک چی میگه؟ شریعت مداری با بدجنسی: نگذاشتن آقا، نگذاشتن، وگرنه سردار روز شمار نابودی اسرائیل این غده سرطانی را اعلام کرده بود. داشتیم به روزهای موعود نزدیک می شدیم. نیست سردار؟ نگذاشتن. سردار متوجه مطلق شریعت مداری نمی شود. بله بله، نگذاشتن. اسلام پناه ابتدا با تمسخر شروع به حرف زدن می کند. اما وقتی از آمریکا حرف میزند خودش هم باورش شده هیجان زده می شود. بله که نگذاشتن، وگرنه همین سردار اسرائیل را با خاک یکسان می کرد اگر گذاشته بودند. آمریکا این شیطان بزرگ جهانخوار را هم تو خود آمریکا نابود می کردیم. مشتاگش را گره کرده شروع به شعار دادن می کند. مرگ بر آمریکا! آمریکا آمریکا، مرگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو. شریعت مداری یک شیشکی در می کند و از جایش بلند شده از دیگران فاصله گرفته لب تخت می نشیند. لا سیدی، لا، اگر می خواستید آمریکا را نابود کنید پس چرا پولهای نازنینتون رو می گذاشتید تو بانکهای آمریکا؟ چرا بچه‌های دردونتون رو میفرستادید آمریکا؟ اسلام پناه: تو خودت چرا انگلزاده ها تو فرستادی آمریکا؟ مردی که یه بد دهن بد قلم. سردار: چون شما فرستاده بودید، این هم که کفتر پرقیچی شما بود، خواست از شما تبعیت کنه، دستگل‌های نازنینش رو فرستاد پیش آقازاده های شما. خطاب به شریعت مداری: درست میگم؟ شریعت مداری: بله، کاملا سردار جان. ولی اگر من به قول آقای جهانگیری بد دهنی کردم، با قلمم فحاشی کردم، همش به نفع شما قلم زدم و از امثال شما بی جهت دفاع کردم. نوک تیز پیکان قلم من همیشه متوجه اینها بود. اشاره به جهانگیری: شما دیگه چرا به من حمله می کنید؟ جهانگیری: تازه متوجه شدی که شکر زیادی خوردی بلبل شاه طهماسب؟ اسلام پناه: شما ناراحت نباش، حرفاش خریداری نداشت. این عادت کرده بود. زمان شاه جیره‌خوار اون رژیم بود، بعد از انقلاب هم شد مجیزگوی نظام مقدس جمهوری اسلامی و حتی فیلمنامه خانه عنکبوت را نوشت و بازی هم کرد. این خوب بلده از رود خشک ماهی بگیره، آب از دریا ببخشه. قربونش برم گربه امام رضاست.
شریعت مداری بلند شده در پشت اسلام پناه قرار می گیرد و دستش را روی شانه او می گذارد. حضرت آیت الله، حالا شما هم لنگ کفش کهنه جهانگیری شدی. باشه، اما این شما بودید که قرنها روی دوش مردم سوارید و سواری می گیرید و همه چی رو غارت می کنید. چیزی که هست بعد از انقلاب صاحب کل مملکت شدید. اگر یک زمان از ریگ روغن می گرفتید، از برکت انقلاب کل ذخایر و ثروت مملکت افتاد توی چنگال شما. راحت خوردید و با دمتان هم گردو شکندید. والله هنوز هم خوب بلدید با گرگ بلند بلند بخندید و با چوپان گریه کنید. اسلام پناه از جایش بلند می شود و رو در روی شریعت مداری قرار می گیرد. مردک، ما هنوز هم پایگاه خودمان را داریم. ما از اسب افتادیم، از اصل که نیفتادیم. ما هنوز نمایندگان الله و نایبان بر حق امام زمان هستیم. بیچاره، برو فکری به حال خودت بکن که دستت دیگه به جایی بند نیست. قلمت شکسته و زبانت هم الکن شده، آقای ژورنالیست. شریعت مداری: ولی حضرت آیت الله، تو بمیری این دفعه از اون تو بمیری ها نیست. مردم شماها رو به خوبی شناختن. مخصوصا این روزها که مگس رو هوا نعل میزنن. آی آشیخ، اگر دستشون بهت برسه وای که چی میشه. اسلام پناه: تو برو فکر خودت باش که کار دیگه ای به جز قلم زنی و پشت هم اندازی بلد نیستی. دیگه قلمت خریداری نداره، روزگار خودتو سیاه کردی. شریعت مداری: نیست تو روزات نورانی و آفتابیه؟ مرد حسابی، تو که شرایطت از من هم بدتره. اسلام پناه: نه جونم، از قدیم گفتن تا خر در جهان است مفلس در نمیماند. ما روزه خانیم و بلدیم چه روزه ای را علم کنیم تا بشه سفینه نجاتمون. این مردم هم هرچی باشه مسلمان هستند. هیچ وقت به یک روحانی مرد خدا اهانتی نمی کنند که فردای روز قیامتشان را خراب کند. جهانگیری: 2000 بده آش، به همین خیال باش. شیخ فضل الله نوری مگه به قول شما آیت الله نبود؟ وقتی انقلابیون پیروز شدن خیلی راحت توی میدان توپخانه اعدامش کردند. تازه تو قانون اساسی بندی را گذاشته بودند که آیت الله را نمی شود اعدام کرد. اما شما خودتان کم روحانی و آیت الله اعدام نکردید. خودتان نشان دادید میشه به قول شما مردان خدا را هم اعدام کرد. برو حاجی، اینقدر خوابهای طلایی برای خودت نبین. سردار: راست میگه حاج آقا، خودتون جایگاهی را که نزد مردم داشتید خراب کردید. شریعت مداری: ای کاش فقط همین بود. مردم کی فکرشو میکردن آخوند اینقدر دزد باشه؟ ای کاش دزد بودید، گانگستر رو سر گردن بگیر بودین. این همه جنایت کردین و جوانان مردم رو کردین تو سینه خاک، خجالت هم نکشیدید. شما که اومده بودید علاوه بر دنیا آخرت مردم رو هم بسازید. پس چی شد؟ دنیا رو هم که تو سرشون خراب کردین. اسلام پناه با تلخی و غم: تو دیگه زیادی زر نزن. بله، ما همه چی را خراب کردیم، حتی موقعیت و مقام خودمون و دین و اعتقادات مردم را. جهانگیری: اوه اینو دیگه نگو. با دروغ‌های شاخدار و چرندیاتی که مرتب در جلوی دوربین تلویزیون گفتید برای مردم، هیچی از باورشان باقی نگذاشتید. میخوای یکی یکی آنچه را که آخوند سعی میکرد تو مخ مردم بکنه رو برات بگم؟ اسلام پناه: نه خودم میدانم. خود من هم از این نوع شکرها زیاد خوردم. میخواستیم به اصطلاح ایمان مردم را قوی تر کنیم. البته همان موقع هم عده‌ای از مردم میفهمیدند و به گفته های ما میخندیدند. اینها حرفای ما برایشان جوک شده بود. شریعت مداری: ولی ما و شما برای آن عده‌ای میگفتیم که باور میکردند. خودمان میدانستیم مسخره و مضحکه مردم میشویم، ولی برای عده خاصی میگفتیم. اسلام پناه: بله همینطوره. حالا هم من و شما باید امیدمان به همانهایی باشد که حرفای ما را باور میکردند. جهانگیری:
حالا دیگه دیر شده. شما چی میخواهید بنویسید که مردم باور کنن و شما بالای منبر چه خطابه ای میخواهید بخوانید حضرت آیت الله؟ سردار باقرخانی: آقای جهانگیری راست میگه. تکلیف ما رو روشن کنید. مثل یابو دنبال شما افتادیم و خودمونو کردیم سپر بلای شما و رو در روی مردم واسادیم. هرچی خواستند و زجه زدن گوش نکردیم و به جاش بهشون شلیک کردیم و گلوله تحویل دادیم. تا آمدن حرف بزنن به خواست شما زدیم توی دهنشون. حالا ما باید چه کار کنیم؟ ما که مثل گوسفند دنبال شما راه افتادیم. در اینجا میزند زیر گریه و های های گریه میکند. آخر عاقبتمان چی میشه؟ اسلام پناه: چیش آرام حیوان، یواش. چی شده تو هم دور گرفتی؟ کجا میخوای بری؟ بدجوری جوگیر شدی. سردار: هیچ جا. من که جایی ندارم برم. مسئله‌ای داشتم سوال کردم. اسلام پناه به آرامی و قدری دلسوزانه: من میفهمم، اما میگم اینقدر تند نرو. اگر آهسته گام برداری به جواب سوالت میرسی. مرد حسابی، انگار این کارها را رایگان و محض رضای خدا انجام دادی. آن موقع که تو آخرت آن همه جو و یونجه میریختند و شالاپ و شلوپ تو شنا میکردی و میل میفرمودی یادت رفته. با 6 کلاس سواد دکترا گرفتی و از مزایای نون و آبدارش بهره‌مند شدی. یادت رفته این تو نبودی که میگفتی اگر رهبرم بفرمایند الان شب است، صلات ظهر باشه، من قبول میکنم شب است. چی شده؟ خوب خوردی و چریدی، حالا زبون در آوردی؟ خب مرد ناحسابی، هر کی خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه. خیال کردی یک عمر پای این سفره میشینی و میخوری و برای بچه‌هات هم ذخیره میکنی، کسی هم باهات کاری نداره؟ نه جونم، هر کاری تاوانی داره. جهانگیری برای اسلام پناه دست میزند و از جایش بلند شده به جلوی سن میآید. آفرین، ببینید داره مشق توبه کردن و ننه من غریبم را از حالا تمرین میکنه. خطاب به تماشاچیان: باور کنید اگر دست مأمورین حکومتی بهش برسه به راحتی میگه من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. هرچی کردم غلط کردم. اگر قبول بفرمایید در خدمت شما هستم. به شما خدمت خواهم کرد. میدانید من چه پشت همانداز پدر سوخته‌ای هستم. میتوانم همه مردم را به هر شکلی که شما بخواهید فریب بدم و همراه کنم. باور کنید شما به امثال من احتیاج دارید. اگر اشکالتان با من سر این لباس است، بفرمایید همینجا آتشش میزنم. اصلا شما می توانید روش تف بیاندازید یا هر کار دیگری که دلتان خواست. شریعت مداری هیجان زده شده بلند می شود و برای جهانگیری دست می زند و می گوید برا. چشمش به اسلام پناه می افتد که با خشم به او نگاه می کند. حرفش را قطع کرده آرام سر جایش می نشیند. سردار هاج و واج جهانگیری را نگاه می کند. واقعا اینطوریه، من اصلا سر در نمیارم. اسلام پناه از روی خشم نگاهی هم به شریعت مداری و هم به سردار می کند. چرند میگه مردی که ببینم هیچ متوجه هستی چه گوهی میخوری؟ در حضور همین آقایان مسلمان محترم به لباس مقدس پیامبر اهانت کردی. میدونی چه مجازاتی در انتظارته یا نه؟ جهانگیری: برو بابا، اینجا هم از رو نمیره. با تمسخر: آقایان مسلمان محترم اعتقادی، خجالت بکش آقا. در عرض این مدت کدام یک از شما نماز خواندید؟ میدانم قبلا هم فقط به خاطر تظاهر در حضور دیگران میخواندید. خجالت هم خوب چیزیه. شریعت مداری: آقای جهانگیری، شما باز دارید بر طبل جنگ میکوبید. قرار شد ما اینجا در این دخمه لعنتی با هم کنار بیاییم. حالا که همگی درد و یک مشکل اساسی داریم با هم رفیق باشیم. چرا جنگ؟ سردار: راست میگه. به خدا آقای شریعت مداری همیشه راست میگفت و حقیقت را برای مردم روشن میکرد.
جهانگیری باز شیشکی می‌بندد. لافزن پشت همانداز، حقیقتی که آقا می‌فرمودند. شریعت مداری: دست بردارید آقای جهانگیری، اگر بخواهید به همین شکل ادامه بدید بهتون بگم فرداهای خوبی ندارید، چون بالاخره ما 3 نفر مجبوریم با هم کنار بیاییم و شما تنها میمانید. جهانگیری: باز هم داری برای خودت جبهه بندی میکنی و نیرو جمع میکنی؟ شریعت مداری: واقعیت را بهت گفتم، به خاطر دوستی. اسلام پناه: حق با آقای شریعت مداری است. اگر بخواهی ادامه بدی فقط تو ضرر میکنی، نه هیچ کس دیگری، چون این آقایان عرایض بنده را قبول دارند و خالصانه و از روی عشق و محبت و به خاطر رضای خدا و عاقبت بخیری مطیع اوامر و احکام من که احکام الهی قرآن است میباشند. جهانگیری نگاهی از روی تعجب و خشم به اسلام پناه و دیگران میکند. نه، من با کسی سر جنگ ندارم. فقط خواستم حالا که فرصتی پیدا کردیم از روی اجبار به حقایق نگاهی بیاندازیم. اسلام پناه: لزومی ندارد آقا جان. بگذارید راحت و آسوده به این زندگانی کثیف و خفتبار بچسبیم و به فکر نجات خودمان باشیم. جهانگیری: اگر همچین نظری دارند من هم حرفی ندارم. اسلام پناه: پس به توافق رسیدیم. شریعت مداری: آقا، حالا که به توافق رسیدیم، از آنجایی که ما همیشه به آرای مردم احترام می‌گذاشتیم، اجازه بفرمایید برای اینکه مشخص شود چند نفر با این موضوع موافقند، رأی گیری کنیم تا دنیا هم بداند ما چقدر پایبند دموکراسی بوده و هستیم. اسلام پناه: من با این فرمایش شما مخالفتی ندارم، چون همیشه روحانیت معزز، آزاداندیش، معتقد و پایبند مردم سالاری دینی بوده و هست. جهانگیری: 4 نفر که دیگه رأی گیری نمیخواد. آقای شریعت مداری، هنوز دست از این کارهای ریاکارانه بر نداشتی؟ سردار به طرف جهانگیری خیز برداشته یقه او را میگیرد. تو چرا سر هر چیزی علم مخالفت برمیداری؟ اینقدر منم نکن. مگه تو کی هستی که برای همه تصمیم میگیری؟ بهت میگم یا مثل بچه آدم میشینی سر جات یا من خودم ساکتت میکنم. جهانگیری جا خورده اما دست از لودگی بر نمیدارد. چرا عصبانی میشی سردار؟ چون شما امر میکنید کی جرأت داره قبول نکنه؟ میدونم چون گازنبوری حساب طرفو میرسی حتما چیزی نمیگم. شما امر بفرمایید، رأی گیری کنید. شریعت مداری: اول شما خودتان قبول دارید؟ رأی شما آری است؟ جهانگیری: بله آری، رأی من آری است. شریعت مداری: شما چی حضرت آیت الله؟ من خودم هم آری هستم. اسلام پناه: مسلماً آری است، چون پیشنهاد از طرف خود بنده بود. شریعت مداری: شما چی میگید سردار؟ سردار: چی بگم؟ چی باید بگم؟ من که نمیدانم در مورد چی رأی گیری میکنید. جهانگیری: اینو باش. تازه میگه لیلی مرد بود یا زن. آن وقت از لیلی جانبداری هم میکنه و عصبانی هم میشه. شریعت مداری: اجازه بفرمایید آقای جهانگیری، این بنده خدا از بس حرف تو حرف آمد اصل ماجرا شیر تو شیر شد. آقا جان، رأی گرفتیم که دیگه نزاع و جنگ و جدل نباشه و تا پایان این شرایط با هم دوستانه رفتار کنیم. سردار: ولی ما نظامی هستیم و اهل جنگ. بدون جنگ چرخ زندگی برای ما لنگ میزنه. مگه میشه جنگ نباشه؟ ما خودمان بلدیم چگونه جنگ افروزی کنیم. اسلام پناه: خوبه، شما مرد میدان بی حریف بودید و هستید. دیدیم چطوری از جلوی مردم فرار کردین. اگر شما اهل جنگ بودید پس ما اینجا چه کار میکنیم؟ سردار: مگه شما خودتون شاهد نبودید؟ به سر و قلب و پایشان شلیک میکردیم. هرچه بیشتر کشته میشدند قدرتشان بیشتر میشد. میگن آب به آب میخوره قدرتش زیاد میشه. حکایت مردم بود.
دیگه همانطوری که شعار میدادند توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، واقعاً بی اثر شده بود. میخواستیم دستگیرشان کنیم. دیگه کسی فرار نمی‌کرد. کل‌الاجمعین را باید دستگیر می‌کردیم. جهانگیری: آن وقت شما چه کار کردین؟ دمتان را گرفتید لای پاتون و یواشکی جیم شدید. سردار: نیست شما مردانه واسادید و از خودتون و نظام دفاع کردین؟ چرا از ما توقع دارید خودمان را فدای منافع شما بکنیم؟ اسلام پناه: مرد حسابی، یک عمر خوردین و خوابیدین برای یک چنین روزهایی. به شما پول میدادیم برای یک چنین روزی. شریعت مداری: برادرها دوباره که شروع کردیم. بابا داشتیم رأی میگرفتیم که دیگه به پر و بال همدیگه کاری نداشته باشیم. اسلام پناه: آخه این سردار بی ارزه رأی که نداد هیچی، چرت و پرت هم میگه. جهانگیری: بابا غلط کرد. سردار خودت بگو گوه خوردم و خلاص. سردار نگاهی از روی خشم به جهانگیری می کند. شریعت مداری: منظور آقای جهانگیری این بود که عذرخواهی کنی و اعلام رأی نمایید. همین. سردار: من هم رأیم مثل رأی حضرت آیت الله هست. هرچی ایشان گفتند همان است. شریعت مداری: تمام شد. با 99.99% هم نه، بلکه با 100% آرا تصویب شد. مبارک است. حالا به میمنت این پیروزی بزرگ یک چای داغ همگی مهمان من هستید. آقای جهانگیری، سردار، بفرمایید سر میز. جهانگیری و سردار دست در دست هم به طرف میز می روند و روی صندلی می نشینند. اسلام پناه: ملاحظه می‌فرمایید آقای شریعت مداری، سردار باقرخانی و جهانگیری چه دوستانه دست و دست هم گذاشتند. شریعت مداری: از اولش هم جنگشون زرگری بود. یاد گذشته افتاده بودن و داشتن بازی در می آوردن. اسلام پناه: بله، یک ضرب المثل قدیمی هست که میگه زن و شوهر قهر کنن، حالا ما میگیم دعوا کنن، ابلهان باور کنن. سردار: کاملا صحیح میفرمایید حاج آقا. جهانگیری: دست شما درد نکنه. حالا کی زنه و کی شوهر؟ حاج آقا با این ضرب المثلت گند زدی بابا. شریعت مداری: آری، حالا جهانگیری دیگه بیش از این بازش نکن تا دیگران متوجه نشوند. اشاره به سردار. سردار: بله، حق با آقای شریعت مداری است. نباید اجازه بدیم غیر خودی ها هم متوجه شوند. جهانگیری: قربون اون درک و فهمت برم سردار جون. دلم برات بد جوری میسوزه. از قدیم گفتن آش که سرد بشه بازیچه بچه ها میشه. حالا حکایت شماست. شریعت مداری برای اینکه سردار متوجه حرفهای جهانگیری نشود فوراً چای تعارف میکند. بفرمایید چایها که سرد شد. در این لحظه ذوالفقار به اتفاق یک نفر وارد می شود. ذوالفقار: سلام علیکم برادرها، حالتون چطوره؟ مرد همراه: سلام علیکم. به دقت اتاق را تماشا می کند. اسلام پناه به اتفاق دیگران: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه خبره؟ چی شده؟ ذوالفقار: هیچی، این آقا هم از امروز مهمان شماست. ایشان هم از تهران فرار کردن. میخوان مثل شما چند روزی اینجا باشند تا قدری آبها از آسیا بیفته و برن یک جای امن و درست حسابی. جهانگیری: مرد حسابی، اینجا ما 4 نفر هم به سختی زندگی میکنیم. امکان اضافه شدن کسی رو نداره. ذوالفقار: چرا داره؟ خونه منه. به هر چند نفر که دلم بخواد اجاره میدم. جهانگیری: نمیتونی، مگه ما حیوانیم؟ مردک، باید بتونیم نفس بکشیم یا نه؟ ذوالفقار سریع به طرف جهانگیری حمله می کند و یقه او را گرفته به سمت در می کشد. بیا برو بیرون، بیرون، مردی که یه الدنگ، چه غلطهای زیادی! شریعت مداری خودش را بین جهانگیری و ذوالفقار می اندازد و سعی می کند دستان او را از یقه جهانگیری جدا کند. آقا ذوالفقار،
شما چرا اینقدر زود عصبانی میشوید؟ بله که اینجا ملک شماست، خانه و قصر جناب عالی است. اجازه بدین با هم صحبت میکنیم. اسلام پناه: کاملا حق با شماست آقا ذوالفقار. شما مالک این با دست حرکتی میکند تا کلمه مناسبی پیدا کند. دخمه؟ ببخشید، خانه هستید و از لحاظ شرعی هم هیچ مشکلی ندارد، چنانچه در اسلام حق و حقوق مالکیت به نیکی مشخص شده. اما برادر عزیز، شما فکر میکنی اینجا گنجایش یک نفر دیگر را هم دارد؟ ذوالفقار: بله که دارد حاج آقا، خدا پدرت را بیامرزد. چند نفر دیگر هم میتوانند اینجا برادروار با هم زندگی کنند. جهانگیری: چند نفر دیگر؟ تو این یک وجب جا چند نفر دیگه قرار زندگی کنن؟ ذوالفقار: اینو باش، هر چند نفری که دلم بخواد. تو دیگه چه جونوری هستی؟ یادت رفته تو سلولهای زندانتان چند نفر را تو یک وجب جا میریختین؟ اونها آدم نبودن؟ آنها مثل شما حق حیات و زندگی نداشتن؟ بابا یک کمی خجالت هم چیز خوبیه. یک نفر مثل خودتون گرفتار میخواد به شما اضافه بشه. چرا اینقدر علم شنگه راه میندازید؟ اسلام پناه: آقا ذوالفقار، ما حرفی نداریم. اینجا خودت میبینی یک تخت 3 نفره است. آقای شریعت مداری مجبورن روی زمین بخوابن. این بنده خدا کجا میخواد بخوابه؟ ذوالفقار: شما ناراحت خواب این آقا نباشید. مثل این آقا یک دست رخت خواب بهش دادم، شب یه گوشه‌ای پهن میکنه و میخوابه. باز هم حرفی هست؟ اسلام پناه: نه خیر. ذوالفقار: یه چیز دیگه. ایشان هم کرایه خودشان را میدهند. البته به علت افزایش کرایه منزل، کرایه ایشان بیشتر از شماست. یک وقت در صدد اخوال این بنده خدا نباشید. خطاب به تازه وارد: آقا بفرمایید، این هم رخت خواب شما. از پشت در یک بسته که شامل رخت خواب است را برداشته روی دوش مرد میگذارد و مرد در حالی که با یک دست ساک و با دست دیگرش بسته رخت خواب را نگه داشته به داخل اتاق حرکت می کند. ساکتو بگذار کنار ساکهای آقایان، رخت خواب را هم بگذار زیر تخت. مرد به طرف تخت خواب حرکت می کند و دیگران برایش راه باز کرده از میان آنها رد می شود و ساک و رخت خواب را در جایی که ذوالفقار گفته بود می گذارد. خب، اگر کاری ندارید من باز دارم میرم شهر. شریعت مداری: نه برو که انشاءالله بهت خوش بگذرد. دخمه نشینان. نویسنده ف الف. راوی نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. اسلام پناه پس از رفتن ذوالفقار در حالی که مرد تازه وارد بلا تکلیف جلوی تخت خواب ایستاده: میشه شما خودتان را معرفی بفرمایید؟ البته اسم و رسم واقعی تو میگم، نه اسامی که روی خودت گذاشتی. مرد: آخه امنه؟ برام مشکل ساز نشه حضرت آقا. اسلام پناه: امنه. خاطر مبارک جمع باشه. اینجا همه همدیگر را با اسامی واقعی و سمت‌هایی که داشتن میشناسیم. مرد با شک و تردید و منمن کنان: من فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سابق حسین اشتری هستم. سردار: حسین، این تویی؟ چرا این ریختی شدی؟ من سردار باقرخانی هستم. حسین اشتری: باید چه ریختی می شدم. تو هم خیلی تغییر کردی. نشناختمت. خیلی لاغر و پژمرده و پیر شدی. اسلام پناه: آره، اون شکم گندت را کجا آب کردی ناقلا؟ حسین اشتری: در محله های کثیف و مخوف. از ترس جانم در یک جاهایی شب و صبح کردم که اینجا جلوش یک قصره. شریعت مداری: آره، دیدم چطور این کاخو برانداز می کردی و ذوق زده شده بودی. جهانگیری: خب، جمع شما که جمع شد. راستی،
می توانید همینجا یک ارتش درست کنید. فرمانده کل نیروهای انتظامی کشور جمهوری اسلامی آقای تیمسار سردار حسین اشتری و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به به، شهر فرنگه. بیا خوب سیاحت کن. آهای بچه مرشد، تو این شهر فرنگ چی میبینی؟ شریعت مداری: شما بفرمایید مرشد، هرچی شما بگید من همونو تماشا میکنم. آهای مردم، شهر فرنگه، خوب تماشا کنید و به فرمایشات مرشد هم خوب گوش کنید. دستانش را به هم میکوبد. شهر فرنگه. جهانگیری: آرامتر بچه مرشد، هیجان زده نشو. بچه مرشد، این دو آقا رو که دیدی هر دو سرداران لشکر اسلام و امام زمان بودند. نمیدونی به چه خفت و خاری افتادن. خب حقم داشتن. درست مثل معرکه گیرها دور میز میگردد و جولان میدهد. اینها این پست ها را برای چپاول و غارت مردم گرفته بودند. از اولش هم مرد جنگ و جدال نبودن. این یکی را تماشا کن. این آخوندک فرمانده کل وزارت اطلاعات کشور و سپاه انقلاب اسلامی بود. فقط بلد بود یک مشت زندانی دست و پا بسته را تو زندان خفه کنه و بکشه یا مصاحبه تلویزیونی را بندازه. شریعت مداری: چرا مرشد؟ اطلاعات سپاه تازه فهمیده بود که امام زمان کلی بچه داشتند که در عرض این 1000 و اندی سال وفات کردند. جهانگیری: آفرین بچه مرشد، بگو که داری خوب درس پس میدی. شریعت مداری: بله مرشد، داشتند بودجه اختصاص میدادن برای پیدا کردن قبر این امامزاده ها که فرزندان امام غایب بودن تا بعداً گنبد و بارگاه درست کنن. جهانگیری: دمت گرم بچه مرشد که باز مثل همیشه رو دست خود مرشد بلند شدی. آهای مردم، این از اون بچه زرنگ هایی بود که وقتی بهش میگفتی برو کلاه بیار، کلاهو با سر می آورد. این جونور رو اینطوری نگاه نکنید. یک بادمجان 2 رقاب چینی بود که نظیر نداشت. یک لافزن و دروغ پردازی بود بیمانند. آهای بچه مرشد، دارم تعریف تو رو میکنم. این بچه مرشد پستان مادرش را هم گاز گرفته. میخواید باور کنید، میخواید نکنید. شریعت مداری: فهمیدم آقا مرشد. دست پربرکت شما درد نکنه آقا مرشد. حالا با اجازه شما ما هم یک دور میزنیم. با صدای بلند و کشیده: آهای مردم، باور کنید این مرشد آدم راستگوییه. ارواح باباش یک عمر دروغ گفته و پشت هم انداخته. ادای مسلمونی در آورد چون نون و آب داشت. ادای اصلاح طلب در آورد چون راحت‌تر میشد مردم رو فریب بده. این پدر سوخته سالهای سال وزیر بود. برادر و بستگانش از بس چاپیدن گندی بالا آوردن که بر حسب ظاهر زندانی شدن. خودش هم تا آنجایی که میتوانست چاپید و خورد و بلند کرد. بد مروت دستهای کجی داره. هنوز هم. اسلام پناه با فریاد و عصبانیت: معرکه گیری بس دیگه. باز هم که شروع کردی. جهانگیری، قرار و مدارمان چی بود؟ جهانگیری: ما سالها با هم قرار و مدار میگذاشتیم، اما بالاخره یکی میزد زیرش. شما که با این روش آشنایی دارید حضرت آقا. سردار با حرف اسلام پناه جرأتی پیدا میکند و به طرف جهانگیری هجوم میبرد. مردی که تو چی از جون ما میخوای؟ قرار بود خفه خون بگیری. اگه خفه نشی با دستهای خودم خفت میکنم. جهانگیری با مسخرگی از جلوی سردار فرار کرده، گوشه جلوی سن سعی میکند خودش را پنهان کند. چه خشن؟ چی شده سردار؟ رفیق تو دیدی جوت زیاد شده ها؟ به آرامی از جلوی سن به طرف سردار می رود. دیگه از این غلطا نکنی ها. فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی. اون یکی را باش. فرمانده کل نیروی انتظامی کشور. برای نجات نظام چه غلطی کردین؟ جون ناقابلتون رو برداشتید و فرار کردید. حالا برای ما قلدری می کنید؟ اسلام پناه: آقایان، خواهش می کنم ساکت باشید.
می توانیم این حرفها را در نهایت آرامش و رفاقت بزنیم. من در این مورد حق را به آقای جهانگیری میدم. ایشان دلشون میسوزه امام راحل آن همه زحمت کشید، خدعه کرد، دروغ گفت، دستور داد آدمها را برای هیچ و پوچ بکشند، با عراق جنگید، با آمریکا در افتاد که چی؟ نظام ولایت فقیه را برپا کنه. اما ما چه کار کردیم؟ تمام آن زحمات را به باد دادیم. امامی که در ماه بود را به توالت انداختیم. من از اول هم می دانستم بی جهت برای امام آن گنبد و بارگاه را ساختن، چون امروز را پیش بینی کرده بودم. اولین کاری که این مردم کردند آنجا را توالت کردند. ای کاش مثل خلخالی که آرامگاه رضا شاه را خراب کرد، این مردم هم آنجا را ویران می کردند. می بینید؟ پس آقای جهانگیری بی جهت ناراحت نمیشه. والله بالله دلش که هیچ، کونش بد جوری می سوزه. مال ما هم میسوزه آقا. آخه شماها، اشاره به دو سردار، چه گوهی خوردین؟ چه جوری تسلیم یک مشت مردم پا برهنه گرسنه با دست خالی شدید؟ آن همه اسلحه و نیرو در اختیار داشتین. حسین اشتری: حضرت آیت الله اجازه بفرمایید من بگم. من تا آخرین لحظه در میدان نبرد بودم. آقا جان، با شقاوت و در نهایت بیرحمی هرچه تمامتر به سر و شکم و قلب و سینه شلیک می کردیم. مثل برگ خزان کف خیابان می افتادن. اما از رو نمی رفتن. دیگه ترس برایشان معنی نداشت. آنهایی که تیر بهشان اصابت نکرده بود خودشان را به ما می رساندند و رو در رو به ما حمله می کردند. اسلحه را از دست سربازان می گرفتند. چنین درگیری در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته. برادرها، من خودم کف خیابان بودم. در میدان انقلاب سنگر گرفته بودیم، می‌خواستیم مانع حرکت مردمی شویم که از میدان فردوسی به طرف آزادی می‌آمدند. از جلوی دانشگاه که رد شدند، از راه دور شلیک کردیم، اما باز چنان به ما هجوم آوردند که من وقتی دیدم چندین اسلحه از دست نیروهایم گرفتند، دستور عقب نشینی دادم و در جلوی پپسی کولا دوباره سنگر گرفتیم. آنجا اصلا خبری نبود. ما هم سنگرهای غیرقابل نفوذی گرفتیم تا اینکه تظاهر کنندگان به ما نزدیک شدند. باز شروع به تیراندازی کردیم. از آن طرف هم به ما شلیک میشد که ناگهان با سیل عظیمی از مردم روبرو شدیم که از پشت سر به ما نزدیک میشدند. مردم بر نیروهای میدان آزادی پیروز شده بودند و تانک‌ها را هم گرفته بودند. گویا عده‌ای هم به طرف صدا و سیما حرکت کرده بودند و این عده می آمدند تا به خیابان کاخ و ریاست جمهوری و بیت امام بروند. در یک چشم هم زدن همه چی از دست ما خارج شد. من فقط توانستم به طرف خیابان خوش فرار کنم و لباسهایم را در هنگام فرار در بیاورم و بلند بلند گریه می کردم و تو سر خودم می زدم. آبرین فکر می کردند دچار مصیبت بزرگی شده‌ام و یا دیوانه ای بیش نیستم. در هر حال برایم دلسوزی و کمک می کردند. این شد که من توانستم از آن جهنم فرار کنم. همگی به جز سردار برای او دست می زنند. جهانگیری: آفرین، چه با هیجان تعریف کردی. خوشم آمد. چه شهامت و شجاعتی. از بیرون سر و صدایی شنیده می شود. اسلام پناه: ساکت ساکت. سردار، برو رو صندلی یواشکی نگاه کن ببین چه خبره. حسین اشتری: به من چه که من برم؟ شریعت مداری: آهان، می ترسی؟ شاید هم یک کمی می لرزی. اسلام پناه: گفتم ساکت. جهانگیری، تو قدت بلندتره. برو یه نگاه بیانداز ببین چه خبره. جهانگیری: مگه من اطلاعاتی هستم؟ اونهایی که کارشون بوده باید این وظیفه رو انجام بدن چون بلد هستن. اشتری: پس کار خودتان است حضرت آقا. اسلام پناه: به خدا جانم از دست شما به لبم رسیده. صندلی را برداشته کنار دیوار انتهای سن می‌گذارد و به آهستگی از آن بالا رفته از پنجره خیابان را تماشا می‌کند. شریعت مداری: چی شده؟ چه خبره؟ اسلام پناه: ساکت ساکت. اشتری: گویا اوضاع ناجور است. اسلام پناه از صندلی پایین می آید. جهانگیری: هان، چه خبر؟ چی شده؟ اسلام پناه:
والا این جلو که فقط پاهای رهگذران رو میشه دید، اما محله شلوغ بود. آدمهای زیادی اون عقب جمع شده بودن. نمیدانم چی شده، اما شرط عقل حکم میکند سکوت را 100% رعایت کنیم. شریعت مداری: بهتر نیست آقا شام را بخوریم و بی سر و صدا بخوابیم تا فردا صبح که دیگه حرف و حدیثی هم نباشه. اسلام پناه: این دفعه را گل گفتی حسین، من هم موافقم. شریعت مداری: پس رأی میگیریم. جهانگیری: دست بردار آقا، خجالت هم خوب چیزیه. لابد برای توالت رفتن هم میخواید رأی بگیرید. شماها چقدر به رأی و آرای مردم احترام میگذاشتید و چقدر صندوقهای رأی برایتان با ارزش بود. شریعت مداری: آقای جهانگیری، باز هم میخواید بساط در بیاورید و معرکه بگیرید. خب برادر من، منکر برگزاری انتخابات که نمیتوانید بشوید. نظام مقدس جمهوری اسلامی در هر شرایطی اجازه نداد برگزاری انتخابات مختل شود. جهانگیری: نتیجه عاقبت چی شد؟ اسلام پناه: نتیجه همانی شد که امروز من و تو و این آقایان توی این دخمه گرفتار شدیم و مجبوریم همدیگر را تحمل کنیم. آقای حسین آقا، نظام اسلامی آن هم از نوع ولایی که انتخابات نمیخواست. همین کجروی ها ما را به این روز انداخت. تمامش کنید. بساط شام را پهن کنید و یه لقمه‌ای کوفت کنیم و کپه مرگمون رو بذاریم. حالا شام چی هست حسین آقا؟ شریعت مداری: کباب بره، دنده کباب و شیشلیک. برادر من، میخواستی چی باشه؟ مثل هر شب نان و خرما، چای هم که آماده است. میتوانیم مشغول شویم. به طرف میز سماور می رود و از کشوی آن یک دستمال حاوی مقداری نان آورده روی میز پهن می کند و داخل یک نعلبکی هم تعدادی خرما می آورد و روی میز می گذارد. بفرمایید، شام حاضر است. اشتری به طرف تخت رفته جلوی ساکش طوری می نشیند که کاوشش در ساک برای دیگران غیر قابل رؤیت باشد. و پس از قدری تحمل یک بسته کوچک آورده روی میز می‌گذارد. اشتری: بفرمایید، این هم پنیر خیکی، قدری شوره اما بسیار خوشمزه است. سردار هم به طرف ساکش می رود و مانند اشتری از درون ساک 5 دانه گردو آورده روی میز می‌گذارد. بفرمایید، این هم آخریش بود. شریعت مداری: تو که چند روز پیش گفتی تمام شد. سردار: این چندتا را ته ساک پیدا کردم. اسلام پناه: دست شما هم درد نکنه حسین. اسب پیشکشی رو که دندونش رو نمیشمرن. بفرمایید مشغول شید. مشغول خوردن میشوند و شریعت مداری برای همه چای میریزد. و پس از صرف شام. جهانگیری: حاج آقا، بفرمایید استکانها را بشورید و بخوابیم. اسلام پناه: باز هم نوبت با منه؟ جهانگیری: امروز با شما بوده. چرا شستن چند تا استکان و نلبکی برای شما اینقدر مهمه؟ خب اینجا هر کسی روی نوبتش کارش رو انجام میده. هیچ کسی مثل شما اینقدر بازی در نمیاره. به خدا حاجی خستمون کردی. اسلام پناه: تو هم چقدر بزرگش میکنی. من میخواستم آقای اشتری این کار را انجام بده تا با شرایط ما آشنا بشه. اصلا مرد حسابی. ما کی کار کردیم که حالا تو از من انتظار داری کار کنم؟ جهانگیری: آره راست میگی. نیست موشک هوا میکردین، اینه که وقت کار دیگه ای را نداشتیم. اسلام پناه: درست میفرمایید. کار ما فقط مطالعه بوده. مطالعه قرآن، احکام الهی، احادیث، تفسیر و شکیات. باز هم بگم؟ البته با عصبانیت و ناراحتی حرف میزند. اشتری: نه حاج آقا، خون خودتون رو کثیف نکنید. من خودم میشورم. به طرف ظرفشویی می رود و استکانها را می شورد. شریعت مداری رخت خوابش را از زیر تخت بیرون کشیده پشت میز روی زمین پهن می کند. و سردار باقرخانی به طبقه 3 تخت، جهانگیری طبقه 2 و اسلام پناه هم در طبقه اول تخت رفته دراز می کشند. اشتری بعد از شستن ظروف رخت خوابش را از زیر تخت بیرون آورده می خواهد جلوی میز پهن کند که متوجه شریعت مداری می شود که با لباس و کت و شلوار به رخت خواب می رود. شما با کت و شلوار می خوابید؟ شریعت مداری:
همه با لباس خوابیدند. متوجه آنها نشدی؟ اشتری نگاهی به دیگران می کند. بله درست است. همه با لباس خوابیدند. اما شما کتتان را هم در نیاوردید. شریعت مداری. شرایط اینطور ایجاب می کند. با چشم و ابرو به دیگران اشاره می کند. شرایط. متوجه شدید؟ شرایط. اشتری. بله، پس من هم با کاپشن باید بخوابم. سخت هست ولی بهتر است. شریعت مداری. البته که بهتر است. خیالتان راحت تر است. اسلام پناه. بله آقای اشتری، از قدیم گفتن پای مرغت را ببند، همسایه را دزد نکن. با کاپشن بخوابید خواب خوشی می کنید. اشتری. بله حاج آقا، متوجه شدم. اشتری نیز با لباس خوابیده. چراغ‌ها برای چند ثانیه خاموش می شود و سپس با نور کم سن به تدریج روشن می شود. سردار باقرخانی زودتر از همه بیدار شده به آرامی از تخت پایین می آید. سماور را روشن کرده و سایل صبحانه را آماده می کند و بعد از او شریعت مداری بلند شده رخت خوابش را جمع کرده زیر تخت می گذارد و با سردار سلام علیک می کند. شریعت مداری. دست شما درد نکنه، امروز نوبت شماست. سردار. بله، امروز همه کارها با منه. هیچ کسی دست به سیاه و سفید نمیزنه. شریعت مداری. خودمانیم. اگر فرمانده خوبی نشدی، در عوض گماشته خوبی هستی سردار. سردار. دست شما درد نکنه. شما هم بلبل خوش‌آوازی هستید. خودت خبر نداری. اسلام پناه از روی تخت. ناراحت نشو سردار. از قدیم گفتن نیش عقرب نه از ره کین است. اقتضای طبیعتش این است. به جای تشکر و صبح بخیر گفتن باید نیش بزنه. شریعت مداری. خواستم شوخی کنم. سردار به دل نگیر. این حاجی هم آتش بیار معرکه است. به جای رفع و رجوع فوراً نمک میپاشه رو زخم آدم. آقای اشتری بلند شو بابا. بلند شو، باید رخت خوابتو جمع کنی تا جا برای آمد و رفت باشه. اشتری به سختی از خواب بیدار می شود. چه زود صبح شد. جهانگیری از روی تخت. زود صبح نشده. دیشب به شما خوش گذشته. برعکس من که تا صبح کابوس دیدم. نتوانستم اصلا بخوابم. اشتری. بله. مدتها بود که شبها خواب نداشتم. دیشب خیلی راحت خوابیدم. بدون هیچ گونه حرکتی. درست مثل یک میت. رخت خوابش را جمع می کند و به زیر تخت می گذارد. افراد یکی یکی به جلوی ظرفشویی رفته دست و صورت خود را می شورند تا اینکه نوبت اشتری می شود. همینجا باید دست و صورت شست؟ دستشویی نداریم؟ اسلام پناه با ناراحتی. نه خیر نداریم. آدم مشنگ، اگر داشتیم ما اینجا دست و صورت می شستیم؟ اشتری. پس برای قضای حاجت چه کار باید کرد؟ جهانگیری. آهان، تو دردتو بگو تا من درمانشو بگم. اگر بخوای بری دستشویی باید خودتو نگه داری تا آقا ذوالفقار بیاد و شرایط رفتن به دستشویی رو فراهم کنه. باید کسی تو حیاط و محله نباشه تا بنده و شما بتوانیم بریم و خودمان را راحت کنیم. شیرفهم شد؟ اشتری. بله، چاره ای نیست، باید تحمل کرده. همگی به دور میز می نشینند و اشتری هم چهارپایه را آورده کنار میز روی آن می نشیند. دخمه نشینان. نویسنده ف الف. راوی نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. اسلام پناه. جناب سردار اشتری، از آن پنیرها اگر باز هم دارید یک قدری مرحمت بفرمایید تا شاید این نان بیات را بتوانیم درون شکم جای دهیم. اشتری. بله دارم، چشم، حتما. به طرف ساک رفته و بسته ای را از آن درآورده روی میز می‌گذارد. همه‌اش همین است. خودتان سعی کنید طوری مصرف کنید که برای روزهای آینده هم بماند. مشغول صرف چای و خوردن صبحانه می شوند و در ضمن با هم شوخی کرده. گاهگداری بلند بلند می خندند
و بعد یکی از خودشان امر به سکوت می دهد. پس از صرف صبحانه، اشتری پنیرهای اضافی را برداشته دوباره در ساکش قرار می دهد. بعد از او جهانگیری به طرف ساک‌ها می رود و ساکش را برداشته درونش را جستجو می کند. اسلام پناه: جهانگیری، چی تو ساکت پنهان کردی که هر روز داخلش را می گردی؟ جهانگیری: هیچی، چی دارم که بخوام قایم کنم؟ پس از چند لحظه کلافه شده، با شتاب و عصبانیت تمامی محتویات ساک را روی زمین می ریزد. اما خواسته‌اش را پیدا نمی کند. نه خیر، نیست. شریعت مداری: چی نیست؟ چی شده آقای جهانگیری؟ جهانگیری: پولهام، دلارهای نازنینم نیست. اینجا موش داره، یک موش موذی دزد، پولهای منو برداشته. گیرش میندازم و میکشمش. سردار با غیرخوانی: کی این کارو کرده؟ جهانگیری با فریاد: از من میپرسی؟ از خود دزد بپرس. شریعت مداری: آخه این دزد کیه؟ شما میشناسیدش؟ جهانگیری: اگر میشناختم که زنده نبود، مثل یک موش لهش میکردم. من این حرفا حالیم نمیشه. پولهای من باید پیدا شه. اشتری: پیدا میشه آقای جهانگیری، زیاد ناراحت نباشید. جهانگیری با تعجب: چجوری پیدا میشه؟ شما چیزی میدانید؟ اشتری: اگر کار دیشب بوده پیدا میشه، چون شما خودتون فرمودید تا صبح خواب راحتی نداشتید، پس حتما میدونید که کسی از این اتاق بیرون رفته یا نه. جهانگیری: کار دیشب بوده، چون پولهام تا دیشب سر جاش بود. در ضمن آقای اشتری، اینجا هیچ کسی بدون آقا ذوالفقار جرئت نمیکنه بره بیرون. دیشب هم کسی بیرون نرفت. اشتری: پس نتیجه میگیریم پولها در همین اتاق است. خوشبختانه اینجا هم که سوراخ سنبه‌ای ندارد. میتوانیم چند جا را بگردیم. اسلام پناه: بگردیم. کمک کنید تا به اتفاق همه جا را جستجو کنیم. اطراف خودش را به شکل مسخره‌ای جستجو میکند. اشتری: نه خیر، لازم نیست کسی زحمت بکشد. ما 4 نفر در گوشه ای میستیم. خود آقای جهانگیری هر جا را که لازم دید جستجو می کند. بفرمایید ما بریم این عقب. همگی در انتهای سن به صف می ایستند. جهانگیری: از کجا شروع کنم؟ اشتری: ابتدا زیر میز و کشوهای کابینت را خوب بگردید. جهانگیری با شتاب هر دو جا را جستجو می کند. چیزی نبود. اشتری: خب آقای جهانگیری، بهتر است اول یک آقایان را تفتیش کنید، شاید در جیب یکی از ما باشد. ابتدا از من شروع کنید. جهانگیری به طرف آنها رفته، دست اشتری را گرفته، به جلوی میز آورده، او را تفتیش می کند و محتویات جیبش را روی میز می ریزد که شامل مدارک و مقداری پول و ارز است. نه خیر، پیش شما نیست. بعد از اشتری، سردار و اسلام پناه و آخر سر شریعت مداری را به همین شکل می گردد که نتیجه ای ندارد. البته در جیب همه مقدار ارز و پول وجود دارد. ناگفته نماند که شریعت مداری هنگامی که جهانگیری او را می گردد بازی در می آورد. جهانگیری با ناامیدی: حالا چه کار کنیم؟ اشتری: تخت خواب و زیر تشک‌ها و رخت خواب من و آقای شریعت مداری را بگرد. جهانگیری مانند فرمانبری مطیع پس از جستجوی بی حاصل رخت خوابها ناامید روی صندلی می نشیند و سرش را میان دو دستش می گیرد. اشتری: ناامید نشو، هنوز ساک‌ها مانده. ساک‌ها را یکی یکی روی میز بگذارید و آنها را هم جستجو کنید. جهانگیری ابتدا تمام محتویات ساک اشتری را روی میز می ریزد و سپس ساک اسلام پناه را آورده می خواهد آن را جستجو کند. اسلام پناه: خودم را گشتی و حیا نکردی؟ حال می خواهی ساکم را هم بگردی؟ نه خیر، من اجازه این کار را دیگر به شما نمی دهم. اصلاً به ما چه که پول تو گم شده؟ می خواستی مواظبش باشی. هان، شما چی میگید؟ درست میگم؟ خودش باید مواظبت میکرد. شریعت مداری:
آقا ولش کنید، این آدم از اول بیچشم و رو بود. طلا که پاکه، چه منتش به خاکه. آقای جهانگیری، هر غلطی دلت میخواد بکن، این آخرین تیر ترکشت هست. اگر پولت تو ساکا نبود باید جواب پس بدی ها. اشتری: جواب میده آقا، جواب میده، شما ناراحت نباشید. اسلام پناه: تو دیگه چی میگی؟ مردک، وقتی فرمانده نیروی انتظامی کشور بودی از پس چند تا قاچاقچی و دزد و سر گردنه بگیر بر نیامدی، حالا برای ما شدی خانم مارپل؟ شریعت مداری: از جلوی یک مشت مردم پا برهنه هم فرار کرد آقا. اشتری: برادرها، بی خودی شلوغش نکنید. همین 3 ساک دیگه را هم بگرده کار تمامه. تا حالا صبر کردید، یک خورده دیگه دندان رو جگر بگذارید تمام می شود. سردار: راست میگه. حاج آقا، چرا بی جهت شلوغش می کنید و می زنید به صحرای کربلا؟ آقای جهانگیری تمامش کن، شما کارتو بکن. جهانگیری ساک اسلام پناه را روی میز واژگون می کند که دلارها و پوندها روی میز پخش می شود و همه هاج و واج به اسلام پناه خیره می شوند. اسلام پناه: الله اکبر، لا اله الا الله. عجب، اینها تو ساک من چه می کنه؟ جهانگیری: از ما می پرسی؟ تو باید جواب بدی، بی جهت نبود مخالفت می کردی. اسلام پناه: احمق جان، من اگر این پولها را برداشته بودم تو ساک خودم پنهان می کردم؟ جایی می گذاشتم اگر مثل الان پیدا شد کسی به من شک نکند. شریعت مداری: حاج آقا راست میگن، کار کس دیگه ایست. اسلام پناه: شیر مادرت حلالت مرد. چرا اینها اینقدر کند ذهن و نادان هستند؟ مرد حسابی. خطاب به جهانگیری: آن همه چپاول و غارت کردی و تو بانک گذاشتی بست نبود؟ این همه پول نقد و برای چی با خودت این ور و اون ور میکنی؟ جهانگیری: آخه من حقوق ماهیانه ام را هم به حساب خانم میریختم. مجبور شدم یک مقداری پول نقد با خودم داشته باشم. اسلام پناه: زن ذلیل بدبخت، فقط بلده برای ما هارت و پورت کنه. در هر صورت آقایان، اصلا تو این جمع تنها کسی که وصله دزدی بهش نمیچسبه خود من هستم. اگر پولها در ساک دیگری بود به من هم باید شک میکردید. اشتری: پس بفرمایید سارق این پولها کی میتونه باشه؟ اسلام پناه: من چه میدانم؟ شما پلیس بودید، سارق را پیدا کنید. اشتری: حاج آقا، میخواید بفرمایید یکی از ما پولهای آقای جهانگیری را برداشته و تو ساک شما گذاشته ایم؟ اسلام پناه: عرض کردم من نمیدانم. اصلا من فکر میکنم کار منافقین بوده. این پولها را آنها در ساک من گذاشتن تا روحانیت را بدنام کنند. شریعت مداری: بعید نیست آقایان، اینها برای خراب کردن روحانیت دست به هر کاری میزنند، وگرنه روحانیت ما که خللی ندارد. الحمدلله پاک هستند. بگذاریم حالا اصلا چرا اینقدر کشش میدهیم. پولها که شکر خدا پیدا شده. میخواهید دزد را شناسایی کنید که چه بشود؟ میخواهید تو این هیر و بیر مجازاتش کنید؟ اشتری: حق با آقای شریعت مداری است. ما که پولها را پیدا کردیم، قدرت اجرایی هم که نداریم. بهتر از زودتر برویم سر صبحانه. جهانگیری پولها را شمارش کرده در ساک می‌گذارد و دیگران هم برای صرف صبحانه به دور میز می‌نشینند که ذوالفقار وارد می‌شود. ذوالفقار: سلام، صبح همگی بخیر. سردار باقرخانی: صبح شما هم بخیر. خیر انشاءالله. صبح به این زودی اینجا چه می‌کنی آقا ذوالفقار؟ ذوالفقار: والا دیشب تا حالا یک غریبه آمده تو شهر. من از دیشب زیر نظرش داشتم. گفتم شاید اون هم دنبال یک جای امن مناسب میگرده. امروز صبح باش حرف زدم، گویا حاج آقا پسر شماست. آمده تا شما را ببره آمریکا. اسلام پناه با شادی و شعف: راست میگی آقا ذوالفقار؟ ذوالفقار: دروغ هم چیه؟ اسلام پناه: چرا نیاوردیش اینجا؟ ذوالفقار: به به، حاج آقا رو باش. خوبه که رئیس کل وزارت اطلاعات و امنیت کشور بوده. پدر جان، باید ثابت بشه. از کجا معلوم مأمور نباشه؟ شاید آمده شما رو دستگیر کنه. اسلام پناه: راست میگی ذوالفقار. حالا میخوای چه کار کنی؟ ذوالفقار:
از من خواست شماره گوشی شما را بهش بدم. گفتم پدر بیامرز کسی گوشی نداره. اگر گوشی داشته باشن که تا حالا دستگیر شده بودن. گفتم ازت یک عکس میگیرم نشان میدهم. اگر قبول کردند شما پسرشان هستی آن وقت به اتفاق میریم به محلشون. اشتری: مرحبا مرحبا آقا ذوالفقار، شیر مادر و نان پدرت حلالت باشه. اسلام پناه: خب عکس را نشان بده ببینم. ذوالفقار از گوشیش عکسی را به او نشان می‌دهد و پس از دیدن عکس فریاد می‌زند: پروردگارا شکرت، این شیرمرد منه، آمده نجاتم بده، یا ربی یا ربی یا ربی. ذوالفقار: پس خودشه. اسلام پناه: آره ذوالفقار، شیرمرد خودمه. برو زود بیارش تا آن قامت پهلوانی، آن قد بلندشو ببینم. ذوالفقار: چشم حاجی جان، انعام ما یادت نره تا چشم به هم زدنی پسرتو جلو چشمت میبینی. اسلام پناه: برو که یک مژدگانی درست و حسابی پیش من داری. ذوالفقار: پس حاجی رد کن بیاد که خیلی مفلسیم. اسلام پناه: میدم طلبت باشه، برو شیرمرد منو بیار. ذوالفقار: یادت نره حاجی. خارج می شود. جهانگیری: حاجی شما نجات پیدا کردی، بالا غیرتاً به فکر ما هم باش، شاید بچه ها ما رو فراموش کرده باشن. اسلام پناه: فکر میکنم، چرا که نه، خاطر همگی جمع، انشاءالله ماشاءالله کاری میکنم همگی توی آمریکا دور هم جمع بشیم. سردار باقرخانی: خوش به حالت حاج آقا، هیچ کجای دنیا آمریکا نمیشه، بی خودی امام بهش نگفت شیطان بزرگ. شریعت مداری: مگه آمریکا هم رفتی سردار؟ سردار باقرخانی: نه، ولی بچه ها توی لس آنجلس و لاس وگاس هستند، مرتب برام عکس و فیلم میفرستادند. پسرم بی حیا چه فیلم هایی میفرستاد. در این لحظه ذوالفقار به اتفاق پسر حاجی که بسیار کوتاه قد، لاغر و ضعیف است وارد می شوند و پسر با دیدن پدر به طرف او دویده پدر را در آغوش می گیرد و با صدای بلند های های گریه می کند و دیگران هم که دور آن دو حلقه زده اند با صدای بلند گریه می کنند و به پیشانی خود می زنند. ذوالفقار از جمع جدا شده به طرف جلوی سن می رود. حالا که همدیگر را پیدا کردین گریه وزاری برای چیه؟ شماها عادت کردین تو جشنهاتون هم گریه کنید. خدا را شکر کنید که سختی ها داره تمام میشه. اسلام پناه از پسرش جدا شده. چه کنیم آقا ذوالفقار؟ ما در هر شرایطی یادی از صحرای کربلا و لب تشنه حسین میکنیم. به سختی سعی در تظاهر به گریه میکند. حق با شماست. شکرن. برادرها، انشاءالله به خواست خدا همگی از این دخمه نجات پیدا می کنیم. خاطرتان جمع. هر پیغام و دستوری داشته باشید شده اگر کل کره زمین را طی کنم پیغام شما را به عزیزانتان می رسانم. جهانگیری: حاجی من میخواستم یک پیغام به دخترم که توی تورنتوی کاناداست بفرستم. اسلام پناه: بگو حتما بهش اطلاع میدم. جهانگیری: بهش بگو یک قدری تو کاراش برای من عجله کنه، من از آینده خیلی میترسم. اسلام پناه: حتما، اصلا خودم میرم تورنتو پیداش میکنم و بهش میگم. جهانگیری: اگر این کار رو بکنی تا آخر عمر من رو مدیون خودت کردی. اسلام پناه: این حرف ها چیه؟ وظیفه منه، شما هم بودی همین کار رو میکردی. راستی جهانگیری، صبیه ازدواج کرده؟ بچه داره؟ جهانگیری: نه حاجی جان، دخترای امروزی که ازدواج بکن نیستند. به قول خودشون آقا بالا سر نمیخوان. اسلام پناه: بله دیگه، آنها تو دیار کفر هستند و ازدواج هم آنجا معنی ندارد. ولی جهانگیری مطمئن باش حتما میرم و دختر خانمو از نزدیک میبینم. ذوالفقار: بابا شما هم عجب آدمهایی هستین، این بنده خدا رو یک لنگ پا نگرش داشتین که چی بشه؟ یه پذیرایی، یک چای و شیرینی. سردار: بفرمایید آقای اسلام پناه، بفرمایید بنشینید. شربتی که نداریم اما یک چای تازه دم براتون میریزم.
پسر حاجی روی صندلی می نشیند و سردار چای ریخته جلوی او می گذارد. پسر حاجی در حال نوشیدن چای. پدر، زودتر وسایلتون رو جمع کنید، بریم، داره دیرمان میشه. اسلام پناه به طرف ساکش می رود و در حال جمع کردن وسایل است که شریعت مداری به او نزدیک شده و نجوا کنان چیزهایی به او می گوید. و سپس در حالی که اسلام پناه از زمین بلند می شود از او جدا می شود. و اشتری جلو آمده اسلام پناه را به گوشه جلوی سن آورده و او هم نجوا کنان چیزهایی را که اسلام پناه با سرتکان دادن آنها را تایید می کند. و بعد از او باقرخانی نیز به همین شکل عمل می کند. و پس از پایان گفتگوها من حاضرم، بریم شیر مرد من. دوستان، همگی شما را به خداوند قادر متعال می سپارم. خیالتان راحت باشد، شما هم به زودی از این دخمه خواهید رفت. به اتفاق پسر و ذوالفقار خارج می شوند. اشتری: این که رفت، ما موندیم و آینده ای تاریک. جهانگیری: آخوند همینه، میخوره، میچاپه و خوب میچره، به موقع هم میزنه به چاک. شریعت مداری: اینقدر ناامید نباشید. من برام مثل روز روشنه که ما هم به موقع از این دخمه نجات پیدا میکنیم. ما هم میریم سر خونه و زندگیمون. باید از پولها و ثروتی که داریم لذت ببریم. سردار باقرخانی: من که چشمم زیاد آب نمیخوره. شریعت مداری: یعنی چی؟ یعنی ما تا ابد میخواهیم تو این دخمه بمانیم؟ به خدا اگر من زودتر از شما برم همه کاری میکنم تا به اتفاق نجات پیدا کنیم. شما هم باید همین جور باشید، 1 تن برای 3 تن. اشتری: من که مخلص شما هم هستم، یعنی مخلص همگی. من هم اگر کارم زودتر ردیف شد دنبال کار شما را حتما میگیرم. جهانگیری: به جای این حرفا سردار بگو ببینم از دوستان خبری داری؟ اشتری: دوستان؟ کدام دوستان؟ نه بابا، همگی مگسان دور شیرینی بودند. تا فهمیدند کفی ترازو به نفع مردمه از من فاصله گرفتن. شریعت مداری: مثل تمام آنهایی که به من چاکرم نوکرم میگفتند. جهانگیری با عصبانیت: من به رفیقات چه کار دارم؟ همکاران خودمون رو میگم. رؤسا، وزرا، وکلا و حضرات آیات عظام. اشتری: آهان، اونا رو میگی؟ نه بابا، چه خبری دارم؟ فقط میدانم همان اول کار دمشان را گذاشتند روی کولشان و در رفتن. راستی جهانگیری، از این همه آخوندی که در همه جا بودند، مخصوصاً در قم و مشهد، هیچ خبری نیست. انگار نه انگار که این مملکت حوزه‌های آخوند پروری داشته. شریعت مداری: چی شدن؟ مگه میشه؟ یعنی همه اونام فرار کردن؟ پس چرا ما نتونستیم فرار کنیم؟ اشتری: خیر آقا، اون کله گنده ها و دانه درشتا آره فرار کردند، اما ما بقی تغییر لباس دادن و شلوار جین و تیشرت و کلاه کپی پوشیدن و ریش ها را هم از ته 2 تیغه کردن. سر و صداهایی از خیابان به گوش می رسد. جهانگیری: به جای این حرفا و نقش بازی کردنها بهتر سردار ببینی تو خیابان چه خبره، چون سر و صدای زیادی میاد. سردار روی 4 پایه می رود و سعی می کند متوجه سر و صدای خیابان بشود. هان چه خبره؟ سردار: والا چیزی معلوم نیست، اما آمد و رفت زیادی تو خیابانه، خیلی شلوغ شده. شریعت مداری: حتما اتفاقی افتاده، باید بفهمیم چه خبره. ذوالفقار هراسان وارد می شود. ذوالفقار: زود بلند شید وسایلتون رو جمع کنید، باید از اینجا بروید. جهانگیری: چرا چی شده ذوالفقار: عجله کنید، اسلام پناه را با پسرش دستگیر کردند. اینجا دیگه امن نیست، برای من هم خطرناکه، زود باشید. همگی با عجله لوازمشان را جمع جور کرده آماده رفتن می شوند. بفرما، حالا به خاطر شما باید تاوان پس بدم. شریعت مداری: محض رضای خدا که نکردی، کلی ما رو دوشیدی، باید پای خطرش هم واسی برادر. ذوالفقار: من که تا آخرش هستم،
به شما گفتم یا علی تا دینش هم میگم یا علی. حالا تا دیر نشده عجله کنید تا بریم یک جای دیگه. 3 نفر، یکی با تفنگ و 2 نفر دیگر با تپانچه وارد میشوند. مأمور شماره 1: دیگه خیلی دیر شده. دستا بالا، بخوابید روی زمین. همگی در حالی که دستها را بالا گرفته اند با ترس و لرز روی زمین دراز میکشند. اما شریعت مداری که در سمت جلوی سن است طاق باز دراز کشیده و دستها و پاهایش را هم بالا نگه داشته. این چه وضعشه؟ دمر بخواب. شریعت مداری: من خواستم قربان پاهایم را هم بالا نگه دارم. مأمور شماره 1: لازم نکرده، دمر بخواب. فکر کردید بعد از 43 سال چاپیدن مملکت، حراج این آب و خاک به بیگانگان، سلطه دیکتاتوری، خفقان و آن همه جنایت و آدمکشی با پولهای دزدیده شده می توانید برید پیش اربابانتان و خوش بگذرانید؟ زهی خیال باطل. ذوالفقار: آقا اجازه؟ انگشتش را بلند کرده اجازه می گیرد. من از اینا نیستم. من بومی هستم. اینها آدمهای بدبخت و بیچاره ای بودن، من بهشون جا دادم. همین. مأمور شماره 2: میدانیم با وعده تخفیف مجازاتی که به آخوند دادیم با ما همکاری کرد و همه چی را گفت. حالا من به نام کوروش شاه شاهان. مأمور 3: به نام قهرمان ملی و خونینتن ایران زمین بابک خرمدین. مأمور اول: به نام امیر کبیر. مأمور 2: به نام زعیم عالی قدر مشرق زمین دکتر محمد مصدق. مأمور اول: و به نام خلق قهرمان ایران زمین شما جرثومه های فساد و تباهی را جهت یک محاکمه عادلانه دستگیر و بازداشت می کنم. پاینده ایران، زنده باد خلق همیشه قهرمان ایران. پرده بسته می شود. پایان. 29/8/1400. AvayaBook.com